از قبیل کدام رفتار و عملکرد پدر و مادر در دایره خانواده باعث می‌گردد که حس مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری در ذهن و ضمیر و نهاد و طینت کودکان دور گردد؟ البته رفتارهایی هست که میتواند که کودک رو یعنی بی‌مسئولیت میگوییم به اصطلاح بی‌مسئولیت کند، یعنی بی‌پروا کند. چی از این؟ یعنی خودی پدر و مادر خودشون یک نقشه معین زندگی رو ندارن. خودی پدر و مادر یک زندگی رو یک تحلیلی درست نمیکنن و خودی پدر و مادر سری دسترخوان نشسته یک مصلحت و مشورتی برای حل کدام یک مسئله زندگی یعنی از نمیگذرونن و خودی پدر و مادر با فرزندان تکیه نمیکنن. این یک خصوصیت وادارکنی است، یک مرام‌های مثبت را بیدار کردن است و همین خاطر من فکر میکنم که پدر و مادران در هر یک مسئله که یعنی پرابلم های زندگی، چون که زندگی به پرابلم نیست و پرابلم های زندگی ده همیشه فرزند رو یعنی همچون یک تکیه‌گاه مسئول گذارد. درک کردن مسئولیت و مستقل بودن در زندگی هر دو یک مفهومند و یا از همدیگر فرق دارند؟ البته درک کردن مسئولیت این دیگر مسئله است و مستقل این دیگر است، چون که مستقلیت این بسیارتر ارتباط دارد به تفکر انسان و مسئولیت باشد ارتباط دارد به حسیات انسان. در علم پسیکولوژی میگن که تفکر مستقل یعنی فکرانی مستقل داشتن. انسان در حالی که پدر مادر یا نفرانی که اونو به دوش تربیت خود دارند، اینها در زندگی هر مسئله رو یعنی میمونند که مستقلانه فعالیت کنند که از عهده کار براید. فکرانی مستقل در اساس با وجود میاد که پیش ما کدام یک مشکلات یا پرابلمی هست و مسئولیت شناسی باشد این اساسا در دایره شوق و هوس ها، حسیات ها، مهر، محبت به همون کدام یک کاری برای کدام یک کسبیت با وجود میاد. ما اگر در چیزی در مهر و محبت زیاد نشود و دوست نداریم، همین کس ما دوست نداریم، از صدق دل فعالیت کردن نمیتونیم. برای همین این دوستداری البته ارتباط دارد به حسیات انسان.